بسم الله الرحمن الرحیم. دانشکده فنی و مهندسی از بدو تأسیس خودش در سال 1368 که با رشته کاردانی مهندسی عمران فعالیت خودش رو شروع کرد تا به امروز به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خودش مشغول هست با نزدیک 3200 دانشجوی ایرانی و خارجی و 77 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت. میشه گفت بار اصلی آموزش نیروی متخصص مهندسی استان بر دوش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی بوده و الحمدلله از این آزمون به گواه پروژه‌های بسیار عظیم و زیربنایی که در اقصانقاط استانمان و کشورمان به همت و به دست مهندسان تربیت یافته در دانشکده فنی و مهندسی انجام گرفته تونسته سربلند بیرون بیاد. دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1389 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید رو در داخل رشته مهندسی مکانیک راه اندازی کرد و این رشته به عنوان یکی از گرایش‌های مهندسی مکانیک فعالیت خودش رو شروع کرد. اما در سال 1401 به طور کامل رشته ساخت و تولید از مهندسی مکانیک تفکیک شد و با تفکیک این رشته از مهندسی مکانیک پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز شد و نزدیک 2 سال هستش که فعالیت گروه مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی دانشگاه محقق آغاز شده. گروه مهندسی مکانیک در اصل از 3 گرایش تشکیل شده در دوره کارشناسی: جامدات، حرارت سیالات و ساخت و تولید. رشته مهندسی ساخت و تولید یکی از گرایش‌های اصلی رشته مهندسی مکانیک هست که علاوه بر توانمندی‌های این رشته یک سری از ویژگی‌های سایر رشته‌ها مثل مکاترونیک، برنامه‌نویسی کامپیوتر و هوش مصنوعی رو در خودش داره. این رشته علاوه بر اینکه یک رشته مهندسی هست، یک رشته بازرگانی هم هست که فارغ التحصیلان این رشته باید همزمان توانایی مهندسی و بازرگانی رو داشته باشند. به زبان بسیار ساده اگه بخوایم رشته رو تعریف بکنیم، میگیم مهندسی ساخت و تولید عبارت است از کلیه فرایندهای مرتبط با طراحی، ساخت و کنترل کیفیت یک محصول. هدف از این رشته تبدیل مواد خام به قطعات صنعتی و تجهیزات با ارزش افزوده بالاست که این کار باید با در نظر گرفتن مزیت‌های اقتصادی صورت بگیره. در مورد رشته مهندسی ساخت و تولید و اهمیت اون من میخوام این رو بگم: اگه ما دلایل برتری کشورهای توسعه یافته رو نسبت به کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته بررسی کنیم، اکثرا عامل برتری اونها رشد صنعتی اونها هستند. با توجه به اینکه کشور ما هم یک کشور در مسیر توسعه هستش، مهندسی ساخت و تولید در واقع مهمترین رشته فنی موجود در کشور ما در این زمینه هستش که در واقع این نشون میده که اهمیت رشته مهندسی ساخت و تولید در کشور ما در چه حده و آینده بسیار روشنی برای این رشته متصور هستش. اکثر درس‌های این 3 گرایش یکسان هست، چه دروس پایه‌شون چه دروس تخصصیشون. فقط یک مقداری حالا دروس کارگاهی ساخت و تولید آزمایشگاهشون بیشتر هست و یک مقدار دروس تخصصیشون فرق میکنه. بنابراین اینکه کسی اگر ساخت و تولید خوند بیاد در گرایش‌های ارشد و دکترای مربوط به حرارت سیالات یا طراحی جامدات بخواد ادامه تحصیل بده، مشکلی پیش نمیاد و همچنین برای اونایی که در زمینه حرارت سیالات یا طراحی جامدات خوندن بیان ساخت و تولید بخونن مشکل پیش نخواهد اومد. ولی به نظر من اینکه از ساخت و تولید بریم گرایش‌های دیگه راحت‌تره تا از حرارت سیالات یا جامدات بریم گرایش‌های ساخت و تولید. دروسی که به اصطلاح ما در رشته مهندسی ساخت و تولید به اونها میپردازیم سعی میکنه که دانشجوها تا اندازه خیلی خوبی با انواع فرایندهای ساخت آشنا بشند، مثل انواع روش‌های ماشینکاری، انواع روش‌های شکل‌دهی، انواع روش‌های تزریق پلاستیک، روش‌های مختلف ریختگری که خوشبختانه با توجه به ماهیت درس ما در کنار دروس تئوری، دروس آزمایشگاهی و کارگاهی داریم
و این یکی از مزایای مهم رشته مهندسی ساخت و تولید هست. یکی از مهمترین وظایفی که در رشته ساخت و تولید هست بررسی و اجرای فرآیندهای ساخت و تولید هستش که از مهمترین اونها میتونیم به ماشینکاری، جوشکاری، عملیات حرارتی، شکل دهی و ریختگری و متالورژی پودر اشاره کنیم. در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اکثر این فرآیندهای ساخت مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره و دانشجوها برای هر مورد میان کارگاه‌های خاص خودش رو میگذرونن. یکی از مهمترین کارگاه‌هایی که داریم کارگاه ماشین ابزار هستش که خاص ماشینکاری هستش. در این کارگاه ماشینکاری‌های پیشرفته‌ای که وجود داره از جمله دستگاه CNC هستش که دانشجویان از 0 تا 100 مراحل طراحی و ساخت یک محصول رو با این دستگاه میتونن انجام بدن. از مرحله طراحی محصول که با نرم افزارهای CAD مثل سالید ورک و کتیا صورت میگیره و از نرم افزارهای کم که کامپیوتر ایدد مانیفکتچرینگ هستش که تولید یک محصول به روش کامپیوتر و با استفاده از کامپیوتر رو با این دستگاه میتونن عملی کنن. فارغ التحصیلان این رشته برای بهینه‌سازی از تکنیک‌های هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی کامپیوتر و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری مثلا در گرایش‌های کامپیوتر ایدد مانیفکتچرینگ، کامپیوتر ایدد دیزاین، کامپیوتر اینتگریتد سیستمز استفاده می‌کنند تا بتوانند قطعات را با قیمت پایین تولید بکنند. از بابت اینکه چه توانمندی‌هایی لازمه برای این رشته خدمتتون عرض بکنم که دانشجویانی که این رشته رو انتخاب می‌کنند با توجه به اینکه این رشته ذاتاً یک رشته فنی عملی هستش و بسیاری از دروس اون به صورت عملی ارائه میشه و حتی دروس تئوری که در این رشته وجود دارند در کنارش کارگاه و یا آزمایشگاه‌های عملی دارند، دانشجو بهتر است که قبل از ورود به رشته یک اطلاعات پایه فنی داشته باشه، در طول دوران تحصیل بیشتر تمرکزش رو بر مباحث فنی بذاره. هر چقدر تجربه یک مهندس ساخت و تولید بیشتر باشه به همون اندازه میتونه در صنعت در واقع موفق باشه. در دوره تحصیلات تکمیلی، حالا در دوره ارشد، گرایش‌هایی که برای رشته مهندسی مکانیک وجود داره عبارتند از طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، سیستم‌های انرژی و یه سری زیرشاخه‌های دیگه هم هست. شما میتونید مثلا در حوزه خودرو، بدنه خودرو، قوای محرکه، بعد طراحی شاسی و بدنه هوافضا، اینها گرایش‌های مختلفی هست که وجود داره. مهندسی پزشکی، رباتیک، مکاترونیک، همه اینها رو میتونید برید. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته‌هایی مثل ماشین ابزار، قالب‌سازی، ریختگری و فرآیندهایی مثل فرآیندهای شکل‌دهی مواد، میکرو و نانو مانیفکتچرینگ مهارت داشته باشند. بازار کار این رشته در اکثر صنایع در واقع وجود داره، حتی در معادن هم این رشته بازار کار داره. صنایع خودروسازی، صنایع هوافضا، صنایع ماشینسازی، صنایع قالب‌سازی و تقریبا هر کارگاه کوچک و هر کارخانه بزرگ در داخلش حتما مهندسان ساخت و تولید حضور دارند و حتما در واقع عامل پیشرفت صنعت وجود چنین مهندسانی در صنایع ما خواهند بود. توصیه من برای دانشجویان این هست که مقطع کارشناسی رو بسیار جدی بگیرند. اساس و پایه مهندسی در یک فرد در مقطع کارشناسی در واقع شکل میگیره. مقاطع تحصیلات تکمیلی مثل کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر شامل مباحث پژوهشی هستند و برای افرادی که تمایل به فعالیت در حوزه‌های پژوهشگاهی دارند بسیار مناسب هست. توصیه من این هست که حتما دروس مقطع کارشناسی رو بسیار جدی بگیرید. در کنار دروسی که در دانشگاه در واقع تدریس میشه، در کنار اون به تقویت زبان انگلیسیتون بپردازید. از نرم افزارهای تخصصی این رشته بسیار در واقع استفاده بکنید، بسیار یاد بگیرید. الان دیگه عصر در واقع استفاده از نرم افزارها هست. نرم افزارها بسیاری از کارهای در واقع ما در مهندسی ساخت و تولید رو راحت کردن. امیدوارم که کسانی که در دانشگاه محقق اردبیلی در رشته مهندسی ساخت و تولید تحصیل می‌کنند انشالله موفق
و پیروز باشند و برای همشون آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون.